سرخط مهمترین خبرها: روزانه 14 پرواز بر روسیه. چرا با وجود سرسانه مهاجران پروازها بازنگری نمی شوند؟ حکومت برای ادامه ساختمان دراغون باز 60 میلیون سومانی جدا کرد. و ساکنان درباره نرخ اینترنت چی میگویند؟ درود بینندگان عزیز و خوش آمدید به برنامه نویدی بامدادی. امروز 3 اپریل است و ساعت در دوشنبه 10. یک گروه از زنان تاجیک که در فرودگاه ونوکوو شهر مسکو همچون فراش کار میکنند برای مهاجران درمانده تاجیک غذا آوردند. در نوارهایی که در شبکه‌های اجتماعی پخش شد دیده می شود که زنان فراش برای مهاجران سمبوسه و آب تقسیم میکنند. این روزها در فرودگاه‌های روسیه به خصوص مسکو صدها مهاجر تاجیک درماندند و نمیتوانند وارد روسیه شوند. روز 29 اپریل وزارت کارهای خارجه تاجیکستان سفیر روسیه در دوشنبه را دعوت کرده به آن نوت‌های اعتراضی سپرده است. مهاجران میگویند وضعیت تا حال به نشده است. پیش از این وزارت کارهای خارجه از شهروندان خواست بدون ضرورت از سفر به روسیه خودداری کنند، ولی با وجود درماندن مهاجران در فرودگاه‌های روسیه و سرسان شدن آنها، پروازها میان دوشنبه و شهرهای روسیه همچنان ادامه دارند. بر اساس معلومات سامانه فرودگاه فقط امروز 3 اپریل از دوشنبه به شهرهای گوناگون روسیه 14 پرواز عملی می شود. از اینها 8 پرواز به شهر مسکو است. پروازها به روسیه همچنین از فرودگاه‌های خوجند، باختر و کولابنی صورت می‌گیرند. البته ما دقیق نمی‌دانیم که هواپیماها به سمت روسیه این روزها تا کجا پر از مسافر است. بهار موسم سفر مهاجران تاجیک به روسیه میباشد. مهاجران در نوارهایی که بر رادیوی آزادی فرستادند از دیگر شهروندان تاجیکستان خواستند موقتا از سفر به روسیه فعلا خودداری کنند. حکومت تاجیکستان برای ادامه ساختمان نیروگاه برقی آبی راغون باز 60 میلیون سومانی یا 5.5 میلیون دلار مبلغ جدا کرده است. قرار حکومت 8 اپریل قبول شده. رادیوی آزادی 3 اپریل با محتوای آن شناس شد. در قرار آمده است 60 میلیون سومانی برای نیروگاه راغون از حساب سود یا درآمد سهمیه‌های دولتی پرداخت کرده می شود. حکومت رهبران نیروگاه راغون را وظیفه‌دار کرده است که درباره چگونه خرج شدن این پول به وزارت مالیه گزارش دهند. پیش از این در ماه فوریه امسال حکومت برای ادامه ساختمان راغون 100 میلیون سومانی یا بیش از 9 میلیون دلار آمریکایی جدا کرده بود. این مبلغ‌ها از حساب فایده کارخانه‌های دولتی و جریمه‌های کامراهای شهری به خطر بود. حکومت تاجیکستان تا این وقت از بودجه کشور برای نیروگاه آبی راغون میلیون‌ها دلار جدا کرده است، اما مقامات گفتند برای ادامه ساختمان آن سرمایه خارجی جستجو دارند. از جمله نمایندگان حکومت روز 18 اپریل امسال از بانک جهانی خواستند در ساختن نیروگاه راغون مبلغ گذاری کند. 12 دانشگاهی که مسئول گرفتن امتحان از خارجی ها بودند قراردادها را با شریکان تجاریشان بیکار کردند. در این باره وزارت معارف روسیه خبر داد. به این ترتیب برگزاری امتحان از نام مؤسسه‌های تعلیمی در مؤسسه‌های تجارتی بیکار کرده شد. آمده است در خبر وزارت معارف روسیه. اکنون امتحان‌ها را از شهروندان خارجی تنها دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های دیگر دولتی و محلی می‌گیرند. هدف این تصمیم تقویت صفت عنوان شده است. در سرتاسر روسیه مرکزهای امتحانگیری تشکیل خواهند شد. بعد از حمله به کراکر سیتی هال در نزدیکی مسکو در روسیه تفتیش مهاجران و ساختارهای سخت‌تر شده است که با مهاجران کار می‌کنند. از جمله ناتالیا تروخانوفسکی از ریاست دانشکده زبان روسی به نام پوشکین از مقام برکنار شد. در وزارت معارف روسیه گفتند در دانشکده برگزاری امتحان‌ها را برای مهاجران از زبان، تاریخ و اساسهای قانونگذاری روسیه به طور باید و شاید نظارت نمی‌کردند. سر از سال 2015 مهاجران از زبان روسی و تاریخ و قانونگذاری روسیه امتحان می‌سپارند و تنها بعد از آن می‌توانند پتن گیرند. با وجود ناراضگی خدمات علاقه، مشتریان بعضی از شرکت‌های موبیلی میگویند نرخ طرف‌های خدمت رسانی زیاد شده است. از جمله چند مشتری شرکت مگافون در این باره در فیسبوک نوشتند. رادیوی آزادی هفته گذشته برای پاسخ گرفتن به این سوالها به شرکت مگافون تاجیکستان مراجعت کرد و تا حال پاسخ نگرفته است. مسئله بالا بردن نرخ طرف‌های گفتگو و اینترنت از آغاز سال بحث‌های را میان شرکت‌ها و خدمات علاقه به میان آورده است. شرکت‌های موبیلی با دلیل گرانتر شدن ارزش نیروی برق، زیاد شدن نشان دهنده برای حساب‌ها و چند عامل دیگر می‌خواهند نرخ طرف‌های خود را بالا برند. اما خدمات علاقه چند مراتب است که به این مخالفت کرده است. ساکنان درباره نرخ اینترنت چی نظر دارند؟ همکار ما امیر ایسایف این بار همین سوال را از ساکنان در دوشنبه پرسید. شما ماهانه چقدر مبلغ صرف میکنید برای اینترنت؟ برای اینترنت ماهانه ده تقریبا 100 سوم.
اساسا برای تلفن موبیلی با سبب اینترنت بودن زیاده از 100 سومونی صرف میکنن. 150 مبلغ صرف میکنم. اینترنت با درجهش سوس کار میکنه. اگر که نرخ اینترنت قیمت شود شما چیکار میکنید؟ مگرم استفاده نمیبریم سیم کارت. سرعت اینترنت نیاز سست است. بنابراین همین خدمت رسانی در همین سطح من در بسیار دولت‌های پیشرفته از جمله در دولت‌های همسایه هم بودم، خصوصا در قرقیزستان. یکم اینکه نرخ اینترنت بنیاد ارزان است. با یک مبلغ ناچیز با اندازه 1000 مگابایت با یک تنگه در فدراسیون روسیه با از این خوبتر و بهتر است. در جمهوری ما گرچنده که نرخش قیمت‌تر هم باشد لیکن صفتش با طلبات امروزه جوابگو نیست. برای اینترنت 110 سوم. همین اگر که نرخ اینترنت قیمت شود شما چیکار میکنید؟ نمیدونم. اینترنت چیزی است که از در این زمانه به اینترنت یگام کار کرده نمیشود برای میگذارونیم. اگه نمیدونم خودش قیمت است 70 سومن 3 گیگا متر و چه کار نمیکنه که کار نمیکنه با قیمتش نمیدونم چیکار میشه. همین خودش خود یک هفته میشه و چه کار نمیکنه. ما چند بار زنگ زدیم مراجعت کردیم هیچ که بدون ما نمیرسه. میبینیم راست میکنه یگام وایش نیست. قابلیت خریداری اهالی رو در اینجا این عامل به نوبت گرفتن در کار است، چون درجه درآمدناکی اهالی دیگر اندازه‌های معین یک قطار نشان دهنده علایده که امروز با شهروندی صنف میانه خاص باشد، چون که اکثر استفاده برندگان اینترنت این گروه زیاییان و دیگر شخصانی که اساساً مزد مهنت از بودجه دولت میگیرند برای امون بلند کردن اینترنت در این حالت با مقصد چندان موافق نیست. خیلی مردم داخل که میدانیم که مردم خمو خیلی سلش کم همه پول نداره، یک خیلی هست یک خیلی نیست. یک بسیار ترگی ما در مهاجرت کار میکنیم، بسیار ترگی داره ندارد شانس اینترنت که شدن. همین مردم امکانیت پرداخت کردن همین مبلغ اینترنت رو دارن یا نه؟ بیشترش فکر میکنم ندارد. بیشترش ندارد. خوبتر میشود، بهتر میشود، اما خیالم که خیلی نمیشود با نمیدونم. شما اینترنت برای چیز استفاده میبرید؟ بیشتر برای چی؟ بیشتر من صفحه فوتبال دارم در اینستاگرام. برای پیشبرد صفحه استفاده میبرم اینترنت رو. قیمت شود کمتر استفاده میکنیم. بهتر شود خیلی کم در قیمت شود صفتش نقص باشد و خوب است. خودم قیمت است و واپس صفتش پاس. واپس نمیدونم. واپس در نوحیه رودکی دهه بورسان زندگی میکنم واپس گپ زدن میشود. ما یک با بیمارخانه مراجعت میکنیم با یکم جا ضروری خیش تباخت گپ زدن واپس کار نمیکنه. تلفن میزنیم هیچ فایده است. اصلا نمیدونم هیچ صفت که خوب شود و خوبه. بزرگ قیمت هم باشه لیکن خیلی قیمت هم باشه دیگه چون کارخانه‌های ماشینسازی ولکسواگن و ولوو در اسلواکیا شهروندان ازبکستان را به کار دعوت می‌کنند. به اطلاع وزارت شغل اهالی و کاهش فقر ازبکستان، کارخانه‌های ولکسواگن آمادگی خود را برای به کار قبول کردن 240 متخصص از 18 تا 45 ساله ازبکستانی اعلام کرده است. گفته می‌شود متخصصان به کارهای نصب‌کنی قسم‌های احتیاطی و تشخیص ماشین‌ها جلب می‌شوند. داوطلبان باید زبان روسی را در سطح گفتگو دانند. آنها در 3 بس کار کرده حجم معاش از
1200 تا 1600 یورو را تشکیل می‌دهد. شرکت والوو هم اعلام کرده که تا 150 راننده ماشین‌های بارکش را از ازبکستان به کار قبول می‌کنند. راننده‌ها باید از 18 تا 45 ساله باشند. با آنها از 1700 تا 2400 یورو ماهانه وعده شده است. بخش یک روز تاریخ را همکارم خرامان بقازاده تقدیمتان می‌کند که مهمترین تحولات تاریخی در روز 3 اپریل را فرا می‌گیرد. سال 1961 در دوشنبه با مبلغگذاری شهرداری پایتخت باغ جانوران تأسیس گردید. در دوره شوروی آن را با بیش از 1000 جانورش چون یکی از بهترین مکان نگهداشت حیوانات وحشی معرفی و درباره‌اش برنامه‌های تلویزیونی در سطح SSSR تهیه می‌کردند. در این باغ فیل‌های هندی، زرافه، بهمود و دیگر جانوران نادر نگهداری می‌شدند. در دوره استقلالیت وضع تأمینات معیشی باغ و شرایط نگاه و بین جانوران خیلی زیاد مورد تنقید قرار گرفته است. 3 اپریل سال 1997 به جان رئیس جمهور تاجیکستان امامعلی رحمان سوء قصد صورت گرفت. آن روز وقتی پرزیدنت در حلقه همراهانش در شهر خوجند به بینای تئاتر به نام کمال خوجندی نزدیک میشد، کسی از بین انبوهی پیشبازگیرندگان به سوی او نارنجکی دستی پرداخت. در نتیجه تیر محافظان پرزیدنت به سمت ازدحام، یک معلمه 30 ساله و یک دانشجوی 17 ساله کشته و نزدیک به 80 نفر مجروح شدند. پرزیدنت تنها از پایش مجروح شد. آن زمان گویا فرضیه رسمی این بود که سوء قصد کاری دستی عبدالملک عبداللهجانوف رقیبی در انتخابات ناکام شده رحمان بود، ولی کارشناسان بی‌طرف این را رد می‌کنند. ماه اپریل سال 2008 خدمات شغل اهالی ختلان از تأسیس بازار رسمی مردکاران در چند شهر و ناحیه جنوبی تاجیکستان خبر داد. از آن زمان تا کنون در حدود تاجیکستان بسیار مکان‌های مبسوط به مردکار بازار ارزی هستی کرد که در آن شمار زیادی مردم کارجو و بی‌درآمد جمع می‌شوند. صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسیه به 116-117 سامان برابر است. 100 دلار آمریکایی باشد تا 1089 سامان ارزش دارد. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، این آخرین بخش در برنامه نوید بود. خبرهای از این بیشتر را در سامانه رادیوی آزادی با نشان آزادی.org و صفحه‌های ما در شبکه‌های اجتماعی پیدا کنید. روز و روزگارتان خوش.